این صحنه رو تصور کن. دقیقاً همون چیزیه که خوابو از چشم خیلی از پسرای موفق گرفته. تو 2 سال تمام عرق ریختی، باشگاه رفتی و بدنی ساختی که همه حسرتشو میخورن. بیزنس خودت رو زدی، پولت از پارو بالا میره، ماشین خوب سواری و تیپت عالیه. روی کاغذ تو دقیقاً همون چیزی هستی که همه مربیای رابطه و کل جامعه میگن دخترها دنبالشن. اما وقتی با دختری که واقعاً دوستش داری میری بیرون، یه جای کار میلنگه. همه چیز سرده، مؤدبه ولی هیچ شوری نداره. باهات قرار میذاره ولی هیچ وقت اون نیست که پیگیر تو باشه. همیشه حس میکنی این تویی که داری زور میزنی، در حالی که اون خیلی خونسرد نشسته. تو همه کارا رو درست انجام دادی ولی نتیجت معمولیه. همون موقع به رفیقت نگاه میکنی. پسری که توی خونه فسقلی زندگی میکنه، ماشینش قراضه است و هیچ مدرک دهن پرکنی هم نداره. به قول معروف آس و پاسه. ولی دخترها یه جوری دیوونش میشن که باورت نمیشه. گوشیش پر از پیامه. دخترها دنبالش میافتن و حاضرن برنامه زندگیشون رو تغییر بدن فقط واسه اینکه یه ساعت ببیننش. با خودت میگی این بشر چی داره که من ندارم؟ اگه بهت بگم هر چی در مورد جذابیت شنیدی نه تنها غلطه، بلکه کاملاً برعکس حقیقته چی؟ اگه بگم همون چیزایی که فکر میکنی جذابت میکنه دقیقاً همون چیزاییه که میل دخترها رو میکشه؟ و اگه بگم راز این که دخترها معتادت بشن هیچ ربطی به پول و بازو نداره و همش برمیگرده به یه حالت درونی؟ امروز میخوام روانشناسی پنهان پشت جذابیت و وسواس رو برات باز کنم. میخوام نشون بدم چرا دخترها واسه بعضی پسرا ضعف میرن ولی نسبت به پسرایی که ظاهراً بهترن بی‌تفاوت میمونن. ولی هشدار میدم چیزایی که میشنوی باورت رو نسبت به خودت خورد میکنه. این یه تغییر زاویه دید اساسیه. حقیقت جذابیت. لیست خرید رو بریز دور. باید بزرگترین دروغی که به مردا فروختن رو نابود کنیم. جامعه تو مغزت کرده که میل زنها مثل لیست خرید میمونه. اگه پول، مقام و قیافه جمع کنی، اونا خود به خود عاشقت میشن. نقششون اینه: پولدار شو، خوشتیپ شو، دختره میاد. مردایی که اینو باور میکنن سالها وقت میذارن نمای بیرونی رو بسازن ولی از درون جذاب نیستن. آخرش هم شاکی میشن. حقیقت اینه: زنها عاشق رزومه تو نمیشن، اونا عاشق حالت درونی تو میشن. اونا معتاد چیزایی که داری نمیشن، معتاد کسی هستن که هستی، مخصوصا وقتی کسی حواسش بهت نیست. جذابترین ویژگی یه مرد ربطی به موجودی حسابش نداره. بذار یه مفهوم کلیدی رو بهت بگم: اختلاف ارزش بازار جنسی. زنها فقط وقتی جذب میشن که حس کنن ارزش درونی مرد از خودشون بالاتره. اما نکته اینجاست که این ارزش با پول و قیافه سنجیده نمیشه، با ادراک سنجیده میشه. ادراک هم دست حالت درونی توئه. بذار مثال بزنم. توی جمعی یه میلیاردر با لباس برند هست که همش اینور اونور رو نگاه میکنه ببینه کسی تحویلش میگیره. یه پسر دیگه هم هست که پول زیادی نداره و لباسش ساده است. ولی وقتی یکی یه تیکه‌ای میندازه، این پسر ساده با اعتماد به نفس کامل و یه لبخند کج بدون اینکه زور بزنه بامزه باشه، یه جواب دندون شکن میده. تو اون لحظه دخترها جذب اون پسر ساده میشن. چرا؟ چون با درونش نشون داد ارزشش بالاست. ارزش یعنی انرژی، نه دارایی. تله خطرناک تایید طلبی. زنها یه رادار قوی دارن. وقتی تو رو میبینن، ناخودآگاه میپرسن این پسر ارزش خودشو میدونه یا دنبال تایید منه؟ یا تو پوست خودش راحته؟ تو چند ثانیه تو رو میذارن تو یکی از 2 تا دسته، بالاتر از من یا پایینتر از من. اگه تو رو بالا ببینن، بازی شروع میشه. اگه پایین ببینن، تمومه. طنز تلخ ماجرا اینجاست که هر چقدر بیشتر زور بزنی که تحت تأثیرشون قرار بدی، خودتو میندازی تو دسته پایینتر از من. وقتی هی از موفقیتات میگی، یعنی داری داد میزنی: من باور ندارم همینجوری ارزشمندم. تو رو خدا با این چیزا منو قبول کن. این یعنی مرگ جذابیت. برعکس، مردی که زور نمیزنه و نیازی به تایید نداره، سیگنال ارزش بالا میفرسته. اینجا میرسیم به پیش انتخاب، یعنی حس این که دخترای دیگه هم خواهان تو هستن. ولی اشتباه نکن، این به معنی لاف زدن یا لاس زدن جلوش نیست. پیش انتخاب واقعی انرژیه، یعنی مردی که گزینه داره ولی هول نیست که ازشون استفاده کنه. وقتی یه دختر حس کنه بقیه دخترها هم تو رو میخوان، فقط حس رقابت نمیکنه، بلکه کنجکاو میشه. با خودش میگه مگه این بشر چی داره که من ندارم؟ و این کنجکاوی شروع اعتیاده. اما نمیتونی ادا در بیاری. دخترها فیک بودن و بو میکشن. اعتماد به نفس درونی برعکس بیرونی. بیشتر پسرها عمرشون رو میذارن پای پول و مقام و درونشون رو ول میکنن. فکر میکنن اگه موفق بشن خود به خود اعتماد به نفس میاد.
ولی واقعیت اینه اگه به یه مرد توخالی 5 میلیون دلار و سیکس پک بدی، همچنان توخالی و ناامنه، فقط میشه یه پولدار نگران. اما یه مرد معمولی با اعتماد به نفس درونی سفت و سخت دخترها رو دیوونه میکنه. چرا؟ چون دخترها جذب انرژی میشن، نه دارایی. مردای جذاب خود تاییدگرن. هیچ چیز سریعتر از نیاز به تایید جذابیت رو نمیکشه. اگه حالت خوب بشه چون اون ازت تعریف کرده، یا حالت بد بشه چون جواب نداده، یعنی تو تله گدای موفق افتادی. مردای جذاب تعریف رو میشنون ولی بهش نمیچسبن. انتقاد رو میشنون ولی خورد نمیشن. قدرت حضور و بی‌نیازی. یکی از جذابترین کارا حضور کامل تو لحظه است. بیشتر پسرا یا تو گذشتن یا تو آینده. الان چی بگم مخش زده شه؟ وقتی با دختر حرف میزنن واقعا اونجا نیستن. تو سرشون دارن شطرنج بازی میکنن. ولی وقتی بتونی واقعا تو لحظه باشی، واقعا گوش بدی و حتی با سکوت راحت باشی، یه میدان مغناطیسی میسازی. این نشون میده تو با خودت راحتی. یه حقیقت شوکه کننده. بیشتر آرزوهای تو مال خودت نیستن، برنامه‌ریزی جامعه‌ان. چرا ماشین گرون میخوای؟ چون بهت گفتن اینجوری ارزشمندی. مردایی که اعتیاد ایجاد میکنن از این ماتریکس زدن بیرون و اصیل هستن. بیشتر پسرا فکر میکنن پول میخوان، ولی در واقع دنبال این اعتماد به نفسی هن که فکر میکنن پول بهشون میده. ولی اعتماد به نفس واقعی از پذیرش خودت میاد، نه از بهتر کردن خودت. قدرت نگفتن و رواقیگری. یه حقیقت تلخ. وقتی رابطه جنسی هدف اصلیت میشه، تمام قدرت رو میدی دست دختره. اگه خوشحالیت وابسته به اینه که اون باهات باشه، یعنی اون رئیس احساساتته. دخترها بوی این استیصال رو میفهمن و متوجه میشن میتونن بازیت بدن. اما وقتی تمرکزت میره ارتباط و لذت بردن از لحظه باشه، قدرت تو دست خودته. گاهی جذابترین کار نگفتن به رابطه جنسیه. وقتی میتونی یه موقعیت رو رد کنی چون حال و حوصله‌اش رو نداری یا چون میخوای ارتباط بهتری بسازی، یعنی فراوونی داری و هول نیستی. این پیام میده من گزینه دارم و نمیتونی منو بازی بدی. این همون رواقیگریه، یعنی مثل سنگ باشی، نه بی احساس بلکه باثبات. اگه اون اخم کرد تو نریزی به هم، اگه تستت کرد عصبانی نشی، اگه دیر جواب داد استرس نگیری. دخترها موجودات احساسی هن و جذب ثبات تو میشن چون بهشون حس امنیت میده. مردا با چشم عاشق میشن، زنا با حسی که میگیرن. آرامش درونی، راز آخر. راز اصلی ایجاد اعتیاد رسیدن به آرامش درونی واقعیه. یعنی با کسی که هستی، جایی که هستی و چیزی که داری تو صلح باشی. معنیش این نیست که پیشرفت نکنی، معنیش اینه که از روی عشق به خودت پیشرفت کنی، نه از روی کمبود. وقتی به این آرامش برسی، دیگه تایید بقیه رو گدایی نمی‌کنی، با تنهایی راحتی و میتونی عشق بدی بدون اینکه نیاز به برگشتش داشته باشی. این انرژی واسه دخترها مست میکنه، چون تو دنیای امروز همه پر از عقده و کمبودن و دیدن کسی که شفا پیدا کرده مثل آهنرباست. این به قطبیت هم ربط داره. انرژی مردانه یعنی حضور، هدف و ثبات. انرژی زنانه یعنی جریان و احساس. وقتی تو انرژی مردانه محکم خودت باشی، اون میتونه تو انرژی زنانش رها بشه و این تعادل یعنی جاذبه خالص. شاید مهمترین ویژگی واکنشگران نبودن باشه، یعنی دکمه ها دست اون نباشه. اگه تستت کرد، اگه سرد شد، تو سنتر خودتو حفظ کنی. این نشون میده تو رهبری و اون باید واسه جلب توجه تلاش کنه. مردای رهبر جذابترن. مردایی که اهداف دارن و میدونن از زندگی چی میخوان خیلی جذابترن. به این فقط به خاطر چیزی که میتونن انجام بدن نیست، بلکه به خاطر اینکه ثبات احساسی دارن. یه مرد ثبات احساسی میتونه جایی امنیت و حمایت رو برای زن فراهم کنه که اون بتونه تو انرژی زنانه خودش باشه. حالا چیکار کنیم؟ اول انگیزه ها تو چک کن. هر کاری میکنی بپرس واسه خودمه یا واسه تایید بقیه. اگه باشگاه میری که دخترا کف کنن تو تله‌ای. دوم، تایید درونی بساز. یاد بگیر خودت به خودت بگی دمت گرم. سوم، تو لحظه باش. گوشی رو بذار کنار، نقشه نکش، فقط باش. چهارم، خودت باش. از دست فیلم بازی کردن بردار، شجاعت میخواد ولی تنها راهه. پنجم، سفت باش. روی کنترل احساست کار کن، نذار هر بادی بیدت بلرزونه. یادت باشه اینا فقط واسه مخزنی نیست، واسه اینه که تبدیل به مردی بشی که آدم حسابیا جذبش میشن. وقتی اینجوری باشی همه بهت احترام میذارن. ولی یه هشدار جدی، از اینا واسه بازی دادن یا آسیب زدن به دخترها استفاده نکن. هدف ارتباط واقعیه، نه سوء استفاده.
دخترها هم آدمن، با ترسا و احساسات خودشون. باهاشون با احترام رفتار کن. راز مهایی اینه، اونقدر با خودت حال کن که واسه کامل شدن به هیچ کس نیاز نداشته باشی. وقتی از نظر عاطفی رو پای خودت باشی، وقتی با نقصات تو صلح باشی و وقتی اصیل زندگی کنی، مغناطیسی میشی. این در مورد تکنیک و بازی نیست، بلکه در مورد تغییر از درونه، تبدیل شدن به مردی که خودت قبولش داری. این مسیر آشون نیست، ولی میارزه. وقتی این کارو کنی، نه تنها واسه زنا جذاب‌تر میشی، بلکه واسه خودت هم جذاب‌تر میشی. زندگی رو شروع میکنی که واقعاً ازش لذت میبری، چه با رابطه، چه بی رابطه. و دقیقاً همین نقطه، وقتی واقعاً تو درون خودت کامل شدی، زنا معتادت میشن. چون تو کمیابترین ویژگی دنیای امروز رو داری، مردی که ارزش خودشو میدونه و واسه اثباتش به هیچ کس نیاز نداره. این همون رازیه که هیچ کس بهت نمیگه.